به نام خدا. امروز میخوایم در مورد تهیه نمونه‌های هرباریومی صحبت کنیم. برای تهیه نمونه‌های هرباریومی، نمونه‌هایی که به این شکل هستن و در واقع برای شناسایی گیاهان به کار میبرن و به صورت استاندارد تهیه میشن، در مورد این نمونه‌ها و تهیه این نمونه‌ها صحبت میکنیم. هرباریوم مجموعی از نمونه‌های گیاهی خشک شده و پرس شده هست که برای شناسایی گیاهان، تحقیقات علمی و آموزشی نگهداری میشه. به مجموعه هرباریوم ها هم هرباریا گفته میشه. اهمیت هرباریوم ها در شناسایی گیاهان، مطالعه تنوعات زیستی، بررسی تغییرات آب و هوایی و حفاظت از گونه‌های گیاهی هست. اما برای تهیه نمونه‌های هرباریومی که بیشتر در بازدیدهای صحرایی نمونه‌ها تهیه میشن و جمع‌آوری میشن، یک سری وسایلی رو باید همراه داشته باشیم، از کوله پشتی تا قیچی باغبانی، کیسه های پلاستیکی، دفترچه یادداشت برای ثبت اطلاعات، پرس گیاهان، کاغذ های جاذب رطوبت یا روزنامه، چسب نواری یا کاغذی و برچسب برای نوشتن اطلاعاتی که کنار نمونه های هرباریومی ثبت میشن مورد نیاز هستند. برای اینکه نمونه ها رو انتخاب کنیم، سعی میشه که نمونه های کامل و سالم انتخاب بشه. اصولا نمونه هایی که همه اندام های گیاهی رو دارن تا حد امکان باید استفاده بشه. اگر نمونه ها علفی هستن، بهتره که ریشه، ساقه، برگ، گل و میوه رو در صورت امکان داشته باشن. از جمع‌آوری نمونه های آسیب دیده هم باید جلوگیری بشه. از طرفی برای جمع‌آوری به فصل گلدهی هم باید توجه بشه. یک منطقه جمع‌آوری میکنید، سعی باید بکنید که اطلاعات مربوط به اون منطقه مثل ارتفاع، نوع خاک، توپوگرافی و موقعیت جغرافیایی اون منطقه رو بدونید تا در واقع روی لیبلایی که از نمونه ها برای تهیه نمونه ها استفاده میکنید ذکر کنید. گیاه رو انتخاب کنیم، باید در صورت امکان نمونه ها نشان دهنده ویژگی های اصلی گیاه باشن. یعنی نمونه انتخاب بشه که ویژگی های اصلی گیاه رو در اون بتونیم ببینیم. در صورت امکان جمع‌آوری نمونه ها با گل و میوه انجام بشه. با توجه به تنوع نمونه ها در صورت وجود جمعیت های مختلف از یک گونه، بهتره که همه نمونه ها جمع‌آوری بشه. و برای خشک کردن نمونه ها از حرارت غیر مستقیم مثل قرار دادن پرس در نزدیکی شوفاژ یا از تابش مستقیم نور خورشید جلوگیری بشه. از مواد نگهدارنده مثل محلول الکل و فرمالین در صورت نیاز برای جلوگیری از فساد نمونه ها استفاده میشه. و برای نگهداری هم بهتره که نمونه های هرباریومی در مکانی خشک، خنک و تاریک نگهداری بشن. از جعبه ها یا کمد های مخصوص برای جلوگیری از آسیب دیدگی نمونه ها استفاده میشه و دوره‌ای این محل ضد عفونی میشه برای جلوگیری از حمله حشرات و قارچ ها.
نکات علمی که میتونیم مورد توجه قرار بدیم در جمع‌آوری نمونه‌های هرباریومی، اهمیت استفاده از نام علمی گیاهان برای شناسایی دقیق هست، توجه به تغییرات فصلی گیاهان و تاثیرشون بر ویژگی‌های ظاهری و استفاده از کلیدهای شناسایی گیاهی و منابع معتبر برای شناسایی گونه‌ها هست. در قرن 18 و 19 با گسترش سفرهای اکتشافی و جمع‌آوری گیاهان از سراسر جهان، هرباریوم‌ها به سرعت بزرگتر و جامع‌تر شدند. گیاهشناسای برجسته‌ای مثل کارل لینه با استفاده از نمونه‌های هرباریومی سیستم طبقه بندی گیاهان خود را توسعه دادند و هرباریوم‌ها در قرن 20 و 21 به عنوان مراکز مهم تحقیقاتی به فعالیت خود ادامه دادند و با پیشرفت فناوری روش‌های جدیدی برای نگهداری و بررسی نمونه‌ها به کار گرفته شد. امروز خیلی از هرباریوم‌ها در حال دیجیتال کردن مجموعه‌های خودشون هستند تا اینکه دسترسی به اطلاعات گیاهی رو برای محققان در سراسر جهان آسان‌تر کنند. توی ایران هم چندین هرباریوم مهم هست که نقش بسزایی در مطالعات و حفاظت از گیاهان بومی کشور ایفا می‌کنه. از جمله هرباریومی که در دانشگاه تهران هست که اسم اختصاری اون TARI هست. این هرباریوم قدیمی ترین و بزرگترین هرباریوم ایران هست. مجموعه اون بیشتر از 160,000 نمونه گیاهی از سراسر ایران و مناطق همجواره و به عنوان یک مرجع مهم برای شناسایی گیاهان ایران و انجام تحقیقات گیاهشناسان شناخته میشه. هرباریوم مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور هم از بزرگترین هرباریوم‌های ایران و مجموعه غنی از گیاهان مناطق مختلف به ویژه گیاهان جنگلی و مرتعی رو داره. هرباریوم دانشکده فردوسی مشهد هم از مهمترین هرباریوم‌های منطقه‌ای ایران و هست و دارای مجموعه ارزشمند از گیاهان شمال شرق ایران هست. هرباریوم دانشگاه اصفهان، هرباریوم دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اینها از هرباریوم‌هایی هستند که اطلاعات گیاهی مختلفی رو میتونیم با توجه به گیاهانی که در اونها جمع‌آوری شده به دست بیاریم. اما هرباریوم‌های ایران فعالیت‌های مختلفی در اونها انجام میشه، از جمله جمع‌آوری و شناسایی گیاهان که گیاهشناس‌ها در هرباریوم‌ها به طور مداوم در حال جمع‌آوری نمونه‌های جدید از مناطق مختلف ایران هستند و اونها رو مرتباً به مجموعه اضافه می‌کنن. نگهداری و مرمت نمونه‌ها به درستی نگهداری باید بشن تا از آسیب دیدگیشون جلوگیری بشه و تحقیقات علمی با استفاده از این منابع ارزشمند انجام میشن. تحقیقاتی مثل مطالعات تنوعات زیستی، بررسی روابط تکاملی گیاهان و شناسایی گونه‌های جدید از جمله تحقیقاتی هستش که در واقع با استفاده از این مجموعه ها انجام میشن. هر هرباریوم میتونه نقش مهمی رو در آموزش و اطلاع رسانی در زمینه گیاهشناسی داشته باشه و برای بازدید عموم هم میتونه مورد استفاده قرار بگیره.